السلام علیکم و رحمت الله. از اینجا ما یک مرد بعض صفاتش میگیم. شما حکم کنین برادران. حکم همین مرد چی می شود؟ مسلمان هست یا که کافر به این سخنهاش؟ انشاءالله دوام قصه را گوش کنین. شما یکم خلاصه را برورین. بعد جوابش حضرت امام جواب میگد. یک مرد نزد ابی حنیفه رحمه الله آمد. یک مرد گفت چی میگویی در مردی که بگد که لا ارجو الجنه، امید ندارم جنت رو، ولا اخاف النار، از آتش هم نمیترسم، آتش دوزخ، و اکل المیته، مرده میخورم، و شهادتی میتم بما لم اره، هر چی که ندیدم شهادتی میتم گفت. یعنی که چیزی که ندیدم من شهادتی میتم گفت. هر چیزی که ندیدم شهادتی میتم گفت. ولا اخاف الله گفت، نمیترسم از الله. ولا اخاف الله چی؟ نمیترسم الله را. و نماز میخونم به رکوع و نه سجود، و غضب میکنم حق را و دوست میدارم فتنه را. یعنی که یک مرد پیش امام اعظم اومد، گفت که همخیلی میگه یودم، میگه این مرد امید جنت ندارم، از آتش نمیترسم و مرده میخورم، شهادتی میتم با اون چی که ندیدم. شهادتی چیزی که ندیدم چی خیلی شهادتی به تیم سالیگم. نماز میخونم به رکوع و سجود و غضب میکنم حق رو میگه و دوست میدارم فتنه را میگه. اکی یک مرد نبی حضرت ابی حنیفه رحمه الله پرسیده که یک مرد هم خیلی گفته است شما چی میگین؟ گفت پس گفت برای هم ابی حنیفه رحمه الله که میدونی هم مرد گفت که میدونی هم مرد گفت نکی ابی حنیفه رحمه الله وقتی که پرسید هم مرد که میدونیست که همین خیلی گپور هیچ که دوست نمیداره. و این مرد که پرسید که اویا هم را میدونی که از هم چیزی که مرد پرسیدستی همین چیزوش معناش میدونی؟ گفت که نگفت. گفت و تو در حق همین مرد چی فکر داری؟ گفت اکم آدم پرسیدگی گفته است که همین مرد که خیلی گفتن طرف تو در حق همین آدم چی فکر داری؟ گفت که باور که گفت بدترین آدم گفت میبینم گفت مانند این خیلی سخن را بگه. پس ابو حنیفه رحمه الله به سوی چی اصحابش گفت، با شاگرداش گفت ما تقولون فی هذا الرجل، شما در همین مردی که همین گپا رو گفت شما در حق همین آدم چی میگین شما؟ گفتن که شر رجل متهم، بسیار مردی بد است و متهم است، گفت این صفت های کافر است، گفت این گپا رو کدامی که بگه. فتبسم ابو حنیفه، ابو حنیفه رحمه الله خندید. این مرده که پرس خچه گفت که بسیار مردی بد بوده، خیلی گپا رو گفت. شاگرداش پرسید گفت که این گفت صفت کافری است، گفت این گپا رو کدام بگه. در این گپاش ابو حنیفه رحمه الله خندید و سین شاگرداش گفت که هو والله من اولیاء الله، گفت این آدمی که این سخنها را گفت این اولیای خدا هست. گفت چه خک میگه من خدا نمیترسم، اولیای خدا بوده است. دیگه ابو حنیفه میگه که او اولیای خدا هست. گفت حاضر میگه پی امام اعظم میگه کس بفهمه، میگه اینم کافر بوده، میگه اعوذ بالله. بعضی جاهلا میخیلن حضرت امام نمیشناسن، این که بعضی کلمات وقتی که میشنون میگه این کافر ایران، همین خیلی سخنان رو ما شنیدیم. نه که دامش گوش کنین. حضرت امام چی گفت؟ گفت که والله گفت از اولیاء الله هست. گفت حقا گفت در حقیقت اولیاء خدا بوده است. گفت بعد از اون سینه مرده گفت که وقتی که من ترا خبر میتم گفت از اولیاء الله، گفت مثلا که با زبان تا ایمر هم نگه بداری که مثلا که با اون گپ نگو، گوش که. گفت تا آخره گفت که خیلی گوش میکنم. پس گفت ابو حنیفه رحمه الله همون مرده که سین تو گفت که امید جنت نداره، گفت و از دوزخ هم نمیترسه، گفت این امید جنت ندارد مرادش این است گفت که یرجو رب الجنه، این امید پروردگار جنت داره. گفت جنت یک مخلوق هست، از اون جنت هیچ امید کرده نمیشه، اصلا از الله پاک امید میکنی. این را چی میگن؟ یقینی پره میگن، توکلی پره میگن. جنت مخلوق هست، نه اون کس داخلی خودش میکنه نه کس خارجی خودش میکنه، هیچ کرده نمیتوند. به همون خاطر این مرد گفت که من امید پروردگار جنت دارم. گفت که من از آتش نمیترسم. گفت کو میگه؟
گفت میترسم. گفت پروردگار آتش. گفت این آتش مخلوق است. و گفت که من نمیترسم الله را. گفت پس این مرد مرادش این است که نمیترسد ظلم الله را. وقتی که آدم یک بنده میترسه که او ظالم است، میگه که همین ظلم میکنه، همین کارش بود میکنه، با همین فریب میکنه و گفتم توجیکو کیدت میکنه. گفتم میترسه. نه که این اولیاء خدا میگه که من نمیترسم از ظلم الله، که الله ظالم نیست است و نه جور الله را. برای چی؟ چون که از این بنده خدا میدونست آخه که و ما ربک بظلام للعبید، آیت قرآن است که پروردگار چی است؟ ظلم نمیکنه، میگه هرگز به بنده ها. خیلی دوامش با ابو حنیفه رحمه الله قصه کردن گیره. گفت که من گفت مرده میخرم. گفت کو من مرده را مردگی را خود مرده مایته. گفت خود مرده را میشه حضرت، نه گردنش بریده ای نه کوچه زده ایشه. مراد این اولیاء این است که ماهی را میخرم گفتگی هست. فهمو؟ بعد اون گفت که من نماز میخونم به رکوع و سجود. گفت این اولیاء خدا گفت صلوات بر نبی صلی الله علیه و آله بسیار میگدو و بسیار جنازه دا حاضر هست، نماز جنازه بسیار میخونن، نماز جنازه نه رکوع داره نه سجود خیر. فهمو؟ و قولش گفت که من شهادتی میتونم چیزی را که ندیدم. گفت پیامبر خدا میگه چیزی که ندیدم شهادت ندهی که مثلا کوخی کسای گناهش ندهی چی ندهی. این میگه که من شهادت میتونم چیزی که ندیدم. میگه مرادش این است که همون شهادتی حق هست آخه که مثلا که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله، پیغمبر دیدگی نیستی، خدا دیدگی نیستی که شهادتی میتی کو. این شهادتی حق هست، باید هر یک کس بته گفت. و قول اون مرد که گفت که من غضب میکنم حق را، گفت مرادش این است که پس او دوست می‌داشت از باقی بدن در همین دنیا که حتی که اطاعت الله کنه ابدا نمیخواد در عبادت الله باشد. همه حق چی است آخی؟ یعنی که غضب میکنه مردن رو. حق اینجا چی است؟ مردن حق است. الله پاک در قرآن میگه که سکرت الموت بالحق و جاءت چی؟ سکرت الموت بالحق، یعنی که آمدن مردن حق هست. من همین حق غضب دارم، یعنی که هیچ کم مردن نمیخواه. این اولیاء خداوند نمیخواه، نه مردن به خاطر نمیخواه. میگه که من دائمی در عبادت الله باشم. بعد در دوامش با گفته بود که من فتنه را دوست میدارم. فتنه چی است؟ فتنه این میگه که فالقلوب مجبوله علی حب المال. پس دلها و ابو حنیفه رحمه الله که همشون به این که خیلی ساخته شده هستن که دوست میدارن مال رو، فرزند رو، دنیا رو. همین فتنه بزرگ هست. گفت یعنی که گفت که شما حکم نکنین این بنده خدا را، این بنده خدا اولیاء هست ولی سخنهای اینها را شما نمیفهمین. اگر که طالب علم هم باشین، اگر که به درجه رسیدگی باشین، نه که معنای سخنهای اولیاء را اولیاء میفهمد. به همون خاطر برادران عزیز بعضی سخنهای هست است که فهمشون نمیروند و به فهم سخن یک کس نرفتی حکم بر اون نکن. در همین وقت زمان مثلا که حضرت ابو حنیفه رحمه الله وقتی که تولدش 180 تولدش 150 از نو گذشتن، اینا تقریبا 300 سال زیاد شدیست هست. 1300 سال شد. همه در تعریف و بگیم مدحی همو بدن حضرت، همه میگفتن که اولیاء خداوند است، فقیه هست، محدث، مفسر است. نیک در این وقت آمده بعضی طالب علم هایی که بگیم مثلا که خبر ندارن از قولاش و از محدثی و مفسری اون، بگیم که حضرت امام اعظم رحمه الله، این روز بعضی سخنان میگن در تعجب میزنی. اولا کسا شناختن در کار، معنای گپش فهمیدن در کار، اصلا سراسیمه شدن در کار نیست. در هر کار استعجال از جانب شیطان است، تیزی شدن در کار نیست. اول فهمیدن در کار که به چی معنا گفته گه سوره. حضرت ابو حنیفه رحمه الله برای چی مرد یکم پرسید؟ یکم به معنای پرسید که ده همین معنای گپوش میدونی که مرا پرسیدی بعد فهمیدن خودت معناشه. اون مرد گفت که نه، برای فهمید که هم مردک برای امتحان پرسیده است یا که مثلا که میخواد که بفهمه در حقیقت. اگر برای امتحان باشد سوال شاید تفصیلی نمیگفتش. و دیم شاگرداش پرسید که شما چی میگین؟ گفت که صفت کفار است خیلی. به خاطر چی؟ یک پرسیدن شاگرد این کاری، این یک امتحانی هست است که نبی صلی الله علیه و آله کردگی است. چخیل نبی صلی الله علیه و آله صحابه را گفت که یک درخت هست است که میوه میته و برگش هرگز نمیریزه. صحابه را پرسیدن که میدونین که چی است؟
ҳамаи соҳибу дар фикр задану тафаккуру тадаббур кардан нафаҳмиданд. Ҳар дарахтро ном гирифтанд. ҳазрати Абдуллоҳ Умар гуфт ки дар дили ман омад ки ҳамин дарахти хирмо бошад. Валлоҳу аълам, ҳазрати Абдуллоҳ Умар буд, валлоҳу аълам. Неки изо кашидам ки дар пеши уқа калони соҳиба бугум. Баъд Наби саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт ки дарахти хирмо аст. яъне муродаш ин аст ки онҳоро вақте ки мепарси шогирда, шогирд ҳушёр мешава, бо як дар фикр мезана. вақте ки ту ҷавобашо мегӯӣ, ӯ дар зеҳнаш мегира. ҳазрати имом Абу Ҳанифа раҳимаҳуллоҳ, имоми аъзамам ҳамин хел шогирдош имтиҳон гирифт, якам пурсид ки шумо чӣ мегӯен. агар метавонистед напурсем, хел ҷавобашо гуфта рафтан бигира. Неки як борам хел такон шуд ки зеҳнҳошон бедор шавад. баъди он ки вақте ки хабара ки мегӯяд, он дига инсон мегирад ҳамин суханҳоро. аллоҳи пок ҳамаи мо шуморо зеҳни кушоду фаҳми расо батад. ин амоната ба дигарро бирасонед ва хутонам иншоалло иро бо таваҷҷӯҳ 2 бор 3 бор гаронда гӯш кунед. иншоалло фоида дораду зарар надорад. вақти шумо зоя намешавад. иншоалло савоб аст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.